من رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. حدیث ابن عمر در مورد این که بعد از 100 سال از این مردمان هیچ کس زنده نخواهد ماند قبلا گذشت و در روایت دیگری از ابن عمر آمده است که گفت پیامبر خدا درود بر او فرمودند از کسانی که امروز در روی زمین وجود دارند هیچ کس باقی نمیماند و قصدشان این بود که در این مدت 100 سال تمام اهل این قرن از بین رفته و میمیرند. یا مسلمین صلوا علیه اللهم صل علی محمد. من رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عبدالرحمن ابن ابوبکر روایت است که اهل صوفه مردم فقیری بودند و پیامبر خدا درود بر او فرمودند کسی که نان 2 نفر را داشته باشد شخص سومی را از اصحاب صوفه با خود برده و خوراک بدهد و کسی که نان 4 نفر را داشته باشد شخص 5 یا 6 را. و همان بود که ابوبکر 3 نفر و پیامبر خدا درود بر او 10 نفر را با خود بردند. عبدالرحمن ابن ابوبکر میگوید خانواده ما از این افراد تشکیل میشد، من، پدرم، مادرم، همسرم و خادمی که بین ما و بین خانه ابوبکر مشترک بود. در آن شب ابوبکر خوراک شب را نزد پیامبر خدا درود بر او تناول نمود و بعد از تناول طعام تا هنگامی که نماز خفتن خوانده شد در همانجا ماند. بعد از ادای نماز دوباره به خانه پیامبر خدا درود بر او رفت و تا وقتی که پیامبر خدا طعام شب را صرف نمودند در همانجا باقی ماند و چون پاسی از شب گذشت به خانه خودش برگشت. همسرش از وی پرسید سبب چی بود که نزد مهمانهایت نیامدی؟ ابوبکر گفت مگر تا حالا برای مهمانها طعام نداده اید؟ همسرش گفت ما طعام را برایشان تقدیم نمودیم ولی خودشان تا آمدن تو از خوردن طعام ابا ورزیدند. عبدالرحمن ابن ابوبکر میگوید من از ترس رفته و در جای پنهان گردیدم و ابوبکر مرا صدا زده و گفت ای بهیمت بینیت بریده شود و بعد از مخاصمه و دشنام گفت شما بخورید برای شما گواران نباشد و به خداوند قسم که من هرگز از این طعام نخواهم خورد. عبدالرحمن میگوید ما به طعام خوردن شروع نمودیم و به خداوند قسم هر لقمه ای را که برمی داشتیم به جایش طعام بیشتری نمایان می شد. همان بود که همگان سیر گردیدند و طعام از اندازه اول بیشتر شده بود. چون ابوبکر نظر کرد و دید که طعام همان طور به حالت خود باقی مانده و حتی بیشتر هم شده است به همسر خود گفت ای خواهر بنی فراس چی کرده ای؟ همسرش گفت به سر فرزندم سوگند که کار نکردم و طعام 3 چند زیاد شده است. و همان بود که ابوبکر از آن طعام خورده و گفت قسم خوردنم از تأثیر شیطان بود و لقمه دیگری از آن طعام برداشته و بقیه را نزد پیامبر خدا درود بر او برد و طعام تا صبح همانجا ماند. عبدالرحمن میگوید بین ما مسلمانان و بین قوم معاهده بود و مهلت آن معاهده به سر رسیده بود. آنها آمدند و ما آنها را به 12 گروه که 12 نفر از خودشان آنها را سرپرستی میکرد تقسیم نمودیم و از اینکه با هر یکی از آن 12 نفر چند نفر بود خدا بهتر میداند تمام آنها از آن طعام خوردند. یا مسلمین صلوا علیه اللهم صل علی محمد. من رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابن عمر روایت است که می گفت مسلمانان هنگامی که به مدینه آمدند در جای جمع شدند و منتظر نماز باقی می ماندند.
و اذان برای نماز داده نمیشد. روزی در این مورد تبادل نظر نمودند. بعضی گفتند که از ناقوس مانند ناقوس نصارا استفاده میکنیم و ایده گفتند که مانند یهود بق از شاخ تهیه میکنیم. عمر گفت آیا نمی شود شخصی را موظف نماییم تا مردم را به نماز دعوت نماید؟ پیامبر خدا فرمودند ای بلال برخیز و مردم را به نماز دعوت کن. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد منا رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از انس روایت است که گفت به بلال امر شد که اذان را دو بار و اقامت را یک بار بگوید، مگر لفظ اقامت یعنی قد قامت صلات را. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد منا رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو هریره روایت است که پیامبر خدا درود بر او فرمودند وقتی که برای اذان ندا می شود شیطان برای آن که صدای اذان را نشنود در حالی که باد از وی خارج می گردد می گریزد و چون اذان تمام شد دوباره بر می گردد و باز در وقت اقامت گفتن می گریزد و چون اقامت تمام شد دوباره بر می گردد. در دل شخص نمازگزار مخاطره انداخته و چیزهایی را که از یادش رفته بود دوباره به یادش آورده می گوید این چیز را به یاد بیاور، آن چیز را به یاد بیاور. به این کار تا جای ادامه می دهد که شخص نمازگزار نمی داند چند رکعت نماز خوانده است. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد منا رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از انس روایت است که گفت وقتی که با پیامبر خدا درود بر او برای جهاد کردن با مردم می رفتیم به جنگ شروع نمی کردیم بلکه تا صبح انتظار می کشیدیم. هنگام صبح اگر صدای اذان را می شنیدن از جنگ دست کشیده و بر می گشتند ورنه بر آنها حمله می کردند. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد منا رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عبدالله ابن مزنی روایت است که پیامبر خدا درود بر او فرمودند در مورد ادای نماز شام خود تحت تأثیر مردم بادیه نشین قرار نگیرید. و عبدالله مزنی گفت مردم بادیه نشین نماز شام را خفتن می نامیدند. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد منا رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو سعید خدری روایت است که پیامبر خدا درود بر او فرمودند وقتی که اذان را شنیدید همان چیزی را که مؤذن میگوید شما هم بگویید.
يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد منا رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از معاویه نیز مانند حدیث سابق روایت شده است تا اینکه مؤذن و اشهد ان محمدا رسول الله بگوید و چون حی علی الصلاة گفت شما بگویید که لا حول ولا قوة الا بالله. و معاویه گفت این چیز را از پیامبر خدا شنیدم. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد منا رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از جابر ابن عبدالله روایت است که پیامبر خدا درود بر او فرمودند کسی که از آن را شنیده و بگوید اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، شفاعتم در روز قیامت برایش واجب می گردد. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد